مدرسه عالم دادخواه، قدیمترین بنا در مرکز شهر باستانی پنجکند. بینایی که حتی زمان انقلاب گنبد بی‌نظیرش چشم بولشویک ها را خیره کرد و دستشان پیش نرفت که آن را خراب کنند. مدرسه سالهای 1828-1830 از جانب حاکم آن وقته پنجکن عالم دادخواه بنیاد شده است. مقصد از ساختن این یادگاری یعنی با معرفت گرداندن مردم شهر بود که در اینجا هم رول یادگاری عالم دادخواه هم رول مسجد و مدرسه را اجرا میکرد. ویژگی این مدرسه عالم دادخواه هم محض در گنبد آن است، گنبدی که با این همه بزرگی بیستون ایستاده است. باستانشناسان میگویند گنبد مدرسه عالم دادخواه یکی از کلانترین گنبدها در آسیای مرکزی می باشد. میان مردم بومی روایتی است که گویا حشمت گنبد این مدرسه که مثلش در امارت بخارا نبود، رشک امیر نصرالله یکی از شاهان منقط را بیدار میکند. برای به دست گرفتن عالم دادخواه افسرهای خود را میفرستد و امیر عالم خان از این باخبر عالم دادخواه از این باخبر شده از اینجا گویا فرار میکنند. این به حقیقت تاریخی چقدر درست است حالی ما در این اساس سرچشمه نداریم. ویژگی دیگر این یادگاری تاریخی را باستانشناسان در ساخت معماری آن می‌بینند. در بنیادش ساختمانچیان صنعت معماری دوره پیش از اسلامی را استفاده کردند. ما در قلعه سنجرشاه معبد زردشتی کوفتکوف کردیم که چارتاق آن مثل امروزه حفریات سنجرشاه یادگاریش مثل مدرسه عالم دادخواه است. یادگاری تاریخی عالم دادخواه از کمترین بناهای مذهبی می باشد که در قلمرو آسیای مرکزی بعد انقلاب اکتبر بی‌گزند ماند، هرچند با دیگر مقصد استفاده می شد. وزارت فرهنگ مدنیت همون دوره شوروی بعد به خلاصه آمد که تمام یادگاری های فرهنگی رو از بین بردن ممکن نیست، چون که این اجدادان ما میراث آمده استاده است و در دوره شوروی اول های غلبه انقلاب در اینجا همچون انبارهای غلدانه استفاده می بردند. امروز داخل یادگاری فرسوده است. فرهنگیان شهر که همکنون این بنا به توازنشان گذشته است نیت دارند آن را تعمیر کرده به آثارخانه تاریخی پنجکن تبدیل دهند.